ما براتون یک مسئله رو بگویم. ملتی که شما خودتان احساس بکنید، ملتی که آماده هست، مردمی که آماده هست هم پول بپردازه، هم بهترین لباس زن خود در تنش بکنه، بهترین لباس خواهر خود در تنش بکنه و در یکی از محافل ازدواج ها و کانسرت ها با دادن پول تکت ها و آمدن و رقصیدن در برابر انسان های معتاد همچون آقای پروانی نشستن در مقابلشون، رقصاندن خواهران و مادرانشان و بعد در بالای آرمونی از او آدم پول انداختن. وقتی این ملت، ما براتان یک مسئله را دوستای عزیز از اینجا به صراحت لهجه یادآور میشم، پیش از اینکه جمله را یادآور شم گپاین طولانی نشه. یک بسیار با ببینین آقای کریمی عزیز، حرف ما در کجا بود؟ حرف ما این بود که ملتی که آماده است، یک ملت آماده است. ما افغان ها یا ما مردم دیار افغانستان، تمام بانوان و زنان شوهردار در خانه ها مصروف نگهداری کودکان هستند. بدترین لباس ها در خانه می پوشند، بد استایل ترین لباس ها در خانه می پوشند. در لحظه که در خانه هستند نه فیشن است نه درشن است، لباس وحشتناک در تن است. اما اگر زمانی کنسرت آقای شرافت و همچون شرافت ها شود، لوکس ترین لباس بر تن میشه، بهترین فیشن انجام داده میشه، در بهترین آرایشگاه برده میشه و بعد میایه اونجا یک مردکه هست. ما خو شیشه‌ای بودیم برادران گرامی، ما خو معتاد، یعنی 7 شهر اعتیاد ما گشتیم، 7 شهر اعتیاد بسیار زیاد. اما تو لحظه یک کوچه 7 شهر گشتیم در همین یک کوچه هم تو گیر کرده گستم قصه مولانا شد نه؟ بله 7 شهر عشق راحت ما گذشت. ما هنوز در همین یک کوچه ایم. با گذر از 7 شهر اعتیاد ما براتان میگم جناب آقای پروانی از همینجا تا همینجا علقه زده چشم، رویتن میگه معتادن. خب اینا شما فکر کنین، مردکه هم آورده پول داده، هم در سر ارمونیش پول مندازه، هم بهترین فیشن سیاسرهای خانوادهش کرده، هم در مقابل ارمونیش میرقصن و هم اگر این آدم فریاد بزنه بگویه آب، دیگران خواب میکنن. این آدم خب گپی دقیق میزنه، میگه او برادر شما مردها، یک طاووس به خاطر به دست آوردن دل طاووس ماده چقدر پرآرایی میکنه، یک طاووس چقدر پرهای خود باز میکنه تا او دل ماده به طرفش یک کمک تمکین بکنه. اما این بزرگوار ما خود تمام ماده ها برش آماده بود. در آلمان خود ما دیدیم این آدم گپ خوب زد، گفت او ملت تمام سیاسرهای شمایی که در این کنسرت ها برای من رقصیدن آب بگویم خوابند، شیطانم قوی، هر روز هر کدامش زیباتر میبینم، هر کدامش زنگ بزنم نمیگه. به اون خاطر ازدواج کردیم. من چی میگم؟ ملت وحشتناک است، ملت احساساتی که اگر احساساتی شد سر آن خواهر پستان بزرگ جوان خانوادهش و سر این همسر جوان خانواده خود هیچگاه جدیت به خرج نمیده. حرف من این بود عزیزم، ما کسی را چیزی نگفتیم. کریمی سگیر ببینید نادری عزیز، ما با خود هم نظر هستم، اما ببینین بعضی دوستایی که میرن اینجا بسیاری از طبقه اوناس خواستن انتقادات زیاد کنن. اینا متوجه شدین؟ بعض خانم های انتقاد منظورتون ماست نه شما نمیگید. ما انتقاد کردیم واقعا، با اون که دلیل نبگویم. من تمام ویدیویی که گذاشتم ما بفرمایید. در آفت پروانه زن دوم گرفته، پیشتر رقمی که نستو گفت گرد چشمایش نو رقم القا زدگی، من خون نشانه ها را نمیفهمم. یعنی شرافت پروانه یک آدم بیسر، یک آدم نیشه‌ای، یک آدم نی رقمی نو رقمی، اینمو زن چی رقمی را قبول کرده. عیب زن است یا نیست؟ چرا او زن با وجودی که میفهمیده که این نفر زندار است، این نفر اشتکدار است، این نفر نیت پایشگیر است، اومده ایره به عنوان شوهر قبول کرده؟ همین زنها چرا باید دیت مردا را به عنوان شوهر دوم یا زن دومشان شود، زن سوم شود؟ نمیشه. خواهی بی زن هاست. چرا یک زن بیاید زن دوم یا زن سوم یک مرد دیگر شود؟
مشکل زن است یا نیست؟ دقیقاً واقعا یک خیانت به هم جنس یک خانم بیاید برای تو بگوید که من یک شوی دارم، بگوید بیا شوی دومی مشو بکنی، چه خودت چیست؟ نه هرگز. یک خانم چرا اینو میره نمیگه هرگز؟ از این معلوم میشه که ای خانم است میره و زن دوم یک نفر میشه. خب ما همیشه میگم خیانت همجنس است، با همجنس خود خیانت میکنه، برای همجنس خود خیانت میکنه. اینجا ببینین کریمی بزرگ، کریمی عزیز، ای کاش ما در افغانستان جوانای آگاهی همچون خودت می داشتیم. من نخستین بار آقای کریمی را اوج آمدن گروه طالبا بود و سالهای نخست حضور طالبا در افغانستان بود. کریمی را در یکی از دکلمه‌های شعر مولانایی که در اون دوران تکفیر مولانا صادر شدگی بود توسط فقیه‌های زمان دکلمه میکرد. من گفتم این بچه را حتما به زور پروردگار گفتم ایره میبرن لطم میکنن به جرم ارتداد ایره خود بسیار آزار بودن. اینا وقتی یک انسان کاش که تمام انسان‌ها به فهم آقای کریمی باشن یا یک اندازه فهم‌های زود احساساتی نشدن داشته باشیم. ببینین ما چی هستیم، هیچ معلوم نیست گپ در کجاست. فلانی آدم، شما اینو احساس بکنین که یعنی اینا همه فقدانند. ما در کودکی ها شنیده نمیشیم، تا کودکیم در خانه در فرقمان میزنه تو طفل چرا گپ میزنی، کلان که شدیم در کلیمان میزنه که تو اینقدر کلان شدی که گپ میزنی. بنابراین ما همیشه در خانه به خاطر اظهار کردن خودمان که یک چیزی هستیم چی بوده. باور کنین کریمی عزیز، شاید ما بالاتر از صدها سرتیفیکت به خانه خود آوردیم، اما وقتی به پدر و مادرم که میبردم یک چیزی بود دیگه گویا. من همیشه احساس میکنم کاش که بچه قصاب یا بچه یک نجار می بودم که با آوردن این برای من یک نوع آجی صاحب سیلاب بوشه و مرا خاندان گفته دو میزدی حال گلک زده روان استی. ای وای از این روزگاری وحشتناک تیک تاک. من چی بود کریمی از اوشا و دیگلاش مرا خاندان گفته دو میزد حال گلک زده روان است. یک موضوع بود جناب آقای کریمی، یعنی تبارز نکردن ها در درون خانه ها هست. اینا یک نفرک آمده به نامی که این مشکل روان ما هست. یک نفرک آمده چشما تا اینجا. هیچ انسانی در این افغانستان حقی از این نداره که بگویه نستو 7 شهر اعتیاد نگشتی و یک نفر از تا اینجا چشما حلقه زدگی از مصرف اعتیاد. این بدبخت های در خانه ندیده شدن ها رفتن به اون کنسرت که عکس بگیرن و به مردم نشون با شرافت پروانی. تازه شرافت پروانی کی؟ چی خوانده؟ شما بیان یک آهنگ شرافت پروانی را که ماندگارترین آهنگ باشه برای من نشون بچی. هم دقیقه 3 اینم